سلام دوستان، من محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک و عضو انجمن اقدام برای حقوق بشر. انجمن اقدام برای حقوق بشر یک انجمنی هست متشکل از کنشگران اجتماعی سیاسی خارج از ایران که حمایت میکنن از کسانی که در ایران فعال حقوق بشر هستند و برای آزادی‌های مدنی فعالیت میکنن. خب شما میدونید که در واقع به دلیل خشونت سیستماتیک رژیم حاکم بر ایران، کسانی که در ایران کنشگر اجتماعی سیاسی هستند برای حقوق بشر و برای حقوق خودشون مبارزه میکنن یا حتی کنشگر حوزه‌های فرهنگی هستند یا حوزه‌های محیط زیستی، به شکل سیستماتیک و مداوم مورد سرکوب رژیم حاکم بر ایران قرار میگیرند که این سرکوب شامل قتل، اعدام، شکنجه، زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی است. خب انجمن اقدام برای حقوق بشر شکل گرفته برای اینکه ایرانیان خارج از کشور بتونن حمایت مؤثری بکنن از قربانیان خشونت حکومتی در ایران. جمعیت‌های مختلفی تحت حمایت انجمن اقدام برای حقوق بشر هستند، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌های اونها و آسیب دیدگان انقلاب مردم ایران یا جنبش زن زندگی آزادی. بخشی از فعالیت‌های انجمن اقدام برای حقوق بشر که من مدیریت اون رو و مسئولیت اون رو به عهده دارم، پروژه آرمیتا هست. پروژه آرمیتا تلاش برای ارائه رواندرمانی رایگان به کسانی هست که به دلیل شکنجه، آزار جسمی، روانی یا جنسی توسط حکومت و عوامل حکومت یا به دلیل از دست دادن عزیزانشون که کشته شدن توسط حکومت آسیب‌های جدی روانشناختی و تروما رو تجربه کردن. بنابراین ما جمعی از درمانگران هستیم که به شکل منظم، سازمانمند و داوطلبانه و افتخاری به قربانیان خشونت حکومتی در ایران کمک میکنیم. در 2 سالی که از انقلاب مهسا گذشته ما بیش از 100 نفر از قربانیان خشونت حکومتی در ایران رو مورد رواندرمانی رایگان قرار دادیم که در واقع شامل بیش از 1000 ساعت جلسه درمانی میشه. خوشبختانه تعداد قابل توجهی از این عزیزان سلامتی خودشون رو به دست آوردند و همچنان فعال و پویا و کوشا در میدان مبارزه برای احقاق حقشون و برای دموکراسی و حقوق بشر هستند. و البته متاسفانه در بعضی از موارد ما نتونستیم درمان خودمون رو ادامه بدیم، چون خیلی از کنشگران بارها توسط حکومت دستگیر میشن، به زندان میفتن و در نتیجه ارتباط اونها با درمانگرانشون قطع میشه. علاوه بر این بسیاری از آسیب دیدگان به شکل مکرر و مداوم دارن در واقع ضربه میخورن و آسیب میبینن از حکومت، از کار بیکار میشن، شغلشون رو از دست میدن یا تهدید میشن یا بازداشت میشن که خودتون به خوبی از این اطلاعات آگاه هستید، از این خبرها آگاه هستید. و در نتیجه خب میزان موفقیت ما درباره بعضی از مراجعینمون بیشتر بوده و درباره بعضی از مراجعینمون متاسفانه کمتر بوده. خب شما احتمالاً علاقه‌مند ممکنه باشید خیلی از شما به اینکه چجوری میتونید شما در این فعالیت‌های انسان دوستانه مشارکت کنید. طبعا اگر که به سایت انجمن اقدام برای حقوق بشر مراجعه بکنید میتونید روش‌های کمک کردن به انجمن رو اونجا پیدا کنید و از طریق مسیرهای ارتباطی ارتباط بگیرید. اگر هم آسیب دیدگانی رو میشناسید که هنوز با یک سیستم حمایتی ارتباط نگرفتند، باز از مسیرهایی که در سایت انجمن اقدام برای حقوق بشر هست
یا از طریق در واقع ایمیل مستقیم به ایمیل من شما میتونید این آسیب دیدگان رو به ما معرفی کنید یا خودشون تماس بگیرند و از اون خدماتی که در اختیار و امکانات ما هست اونها استفاده کنند. من در آینده نزدیک هم لایو های آموزشی رو ضبط خواهم کرد و ارائه خواهم داد راجع به اینکه حالا اون کسانی که در واقع امکانات دسترسی به حمایت درمانی و حمایت های انسان دوستانه رو ندارن چگونه خودشون به همدیگه کمک کنن یا چگونه خودشون با چه روش هایی تاباوری خودشون رو ارتقا بدن تا آسیب کمتری ببینن. خیلی متشکرم از اینکه ما رو دنبال میکنید.